یک نکته کوچولو میگم در رابطه با بحث تمدید اقامت، خیلی بازش نمیکنم ولی یک موضوعی وجود داره و اون یه باور غلطیه که میگن من نمیخوام تو این کشور زندگی کنم ولی میخوام پاسپورت و اقامت دائم بگیرم. دو تا تعریف رو بیا اینجا اصلا جدا بکنیم. ما یک تعریفی داریم در رابطه با شرط حضور برای تمدید اقامت، یه دونه داریم شرط حضور برای تابعیت یا اقامت دائم. این دوتا با هم متفاوتن. مثال میزنم براتون. شما تمکن مالی اسپانیا رو دارید. اقامت تمکن مالی اسپانیا شرط حضور داره. یعنی چی؟ یعنی 183 روز بعد اینجا زندگی بکنید. کارت اقامت اولتون 1 سال است، بعدی میشه 2 ساله. یعنی اگر زندگی نکنید چه اتفاقی میفته؟ اقامتتون تمدید نمیشه. حالا اومدیم و شما 183 روز زندگی کردی و دلیل اینکه 183 روز بعد زندگی بکنی خیلی واضحه دیگه. شما باید تکس رزیدنت بشی. برای اینکه کشور اسپانیا بتونه از شما مالیات بگیره باید شما 183 روز در کشور اینجا زندگی بکنید. پس آیا تمکن مالی هم مالیات میده؟ بله، ولی خب مالیات درآمدی نیست دیگه، چون شما مدل درآمدتون متفاوته. اگه دوست دارید در مورد تمکن مالی بیشتر بدونید حتما این زیر برای ما کامنت بذارید. ما یه دونه ویدیو هم در رابطه با اون جدا درست میکنیم. نکته بعدی، یه مدل اقامتی داریم شرط حضور نداره. یعنی چی؟ یعنی تمدید شرط حضور نداره. مثلا گلدن ویزای قبلی یا اصلا اقامت های اسکیل ورکر. شما تو این حالت‌ها اقامت تو شرط حضور نداره. یعنی کسی که اینجا 500,000 یورو خونه خریده و کلا 10 روز در سال داره اینجا زندگی میکنه، موقعی که به وقت تمدید کارتش برسه دوباره اقامتشون رو تمدید میکنن. چرا؟ تا زمانی که شما اون خونه رو داشته باشی موظفن که اقامتتون رو تمدید بکنن. حالا این شخص 5 ساله که گلدن ویزای اسپانیا رو داره، اینجا هم زندگی نکرده، میره اداره مهاجرت، میگه سلام من اومدم اقامت دائممو بگیرم. خب این شخص به واسطه اینکه اینجا زندگی نکرده خودش رو نان تکس رزیدنت اعلام کرده و مالیات نداده. نکته دوم، اینجا زندگی نکرده. کشور اسپانیا میگه شرمنده، من تو اقامت دائم نمیدم. اوکی، پس فرقی نمیکنه این اقامت شرط حضور داره یا نداره. اگر اقامت دائم میخوای و بعد از اون میخوای تابعیت یا پاسپورت بگیری باید اینجا زندگی بکنی. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه و این فایل رو هم من در اختیارتون قرار میدم. کافیه که شما به این شماره واتساپ پیام بدید، ما براتون ارسالش میکنیم.